سلام و عرض ادب خدمت همراهان مک بازی. توی این ویدیو قراره که با لانچر فوق‌العاده پلینیت آشنا بشیم و تنظیمات کلی و نحوه عملکرد این لانچر رو بهتون آموزش بدم و ببخشید که یه مقدار طول کشید چون وقت نمی کردم و علی الان اینجام که سعی کنم تا نحوه عملکرد و کار با این لانچر رو بهتون آموزش بدم. بدون فوت وقت میریم سراغ آموزش سطحی و کلی برنامه. من دیگه به جزئیات زیاد توجه نمی کنم و ازش رد میشم. شما خودتون با این لانچر کار بکنید، به مرور کار باش رو یاد میگیرید. من چیزی که لازم باشه رو بهتون میگم. اول اصلا میرید لانچر پلینیت رو، این آیکونشه، از سایت خودش یا گوگل پلی یا سایتایی که دارن دانلود میکنید، اجراش میکنید و اینجا میریم سراغ تنظیمات. از زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. من یه تست کوتاه انجام بدم، شما فقط ببینید که زبان فارسی هم به طور کامل داره پشتیبانی میکنه. این از زبان فارسی. من دوباره زبان رو به انگلیسی تغییر میدم و آموزش رو با زبان انگلیسی میریم جلو، چون خیلیتون با زبان انگلیسی کار میکنید. خب این از محیط لانچر. شما اگه برنامه رو اجرا بکنید با همچین صفحه‌ای روبرو نمیشید. تقریبا یه همچین چیزی واسه بهتون نشون بدم. همچین چیزیه، خالیه. نه اینجا آیکون گیمی هست، نه اینجا والپیپری میبینید، نه کاوری میبینید. و برای اضافه کردن بازی ها به این لانچر یک نکته خیلی مهم که باید بهتون بگم، این لانچر از بازی کرکی هم ساپورت میکنه. این فوق العاده‌اش میکنه. واقعا محیط خیلی جذابی داره و نمیذاره که محیط دسکتاپتون شلوغ بشه، پر از آیکونای بازی باشه. یه شکل و شمایل خیلی شکیلتری بهش میده، جذابتره، گیمر پسندتره. و میریم واسه اضافه کردن بازی. شما بیا اینجا اد گیم انتخاب میکنید از همین آیکون بالا، آیکون پلینیت، گوشی سمت چپ بالا اینجاست. اد گیم رو میزنید، منوالی رو میزنید و میاید توی سربرگ اینستالیشن. اینجا میرید سراغ پوشی بازی. من اینجا یه بازی رو انتخاب بکنم، مثلا اساس کرید اوریجینز. این پوشه است، نه آیکون نمایش میده نه چیزی، فقط پوشیه اصلی محل نصب بازی. اینجا سلکت فولتر رو میزنیم و اینجا میریم اسم بازی هم عوض میکنیم، اساسینز کرید اوریجینز اضافه میکنیم. اینجا میتونید اسم کوتاه بهش بدید، پلتفرمش انتخاب بکنید. کلی پلتفرم داره، پی سی، مایکروسافت، نینتندو، پلی استیشن، سگا، هر چی که فکرشو بکنید، حتی پلی استیشن 5، پلی استیشن پورتال، همه رو ساپورت میکنه. سلیقه خودتونه. حالا مثلا ما اینجا پی سی رو انتخاب بکنیم، پی سی ویندوز، و ژانرش رو میتونید انتخاب بکنید، دیولپراش کیه، پابلیشرش کیه، ناشرش کیه، کاتگوریش کیه، مورد علاقت هست، تگ بهش بدید. کلی امکان شخصی سازی داره. تو پوشه ادوانس هم میتونید اینجا گیم آیدی رو ببینید، دیتابیس آیدیش رو ببینید، همه رو واسهتون نمایش میده. اینجا مقدار زمانی که بازی کردی و اینجا رو بعداً بهتون نمایش میده. حالا چون من تازه اضافه کردم چیزی اینجا به من نمایش نمیده و صفره. اینجا میتونید مخفیش کنید یا برید تو فیوریتا، یا اگه اینترنتتون HDR ساپورت میکنه و اینجا HDR رو واسش میتونید فعال بکنید، چون از طریق لانچر بازی میکنید HDR هم واسهتون فعال بشه. اینجا تو بخش مدیا ما با اینجا کار داریم. واسه کسایی که میخوان شخصی سازی انجام بدن این قسمت خیلی مهمه. این قسمت از سه تا سرورق تشکیل شده: آیکون، کاور و بک‌گراند. آیکون رو اینجا حالا از طریق انتخاب آیکون اجرای خود بازی میتونید اضافه بکنید، ولی مثلا واسه کاور شما باید برین عکسایی که از قبل دانلود کردین و حالا مثلا من چون زیاد بازی رو تازه نصب کردم، بازی اوریجینال، فقط به خاطر اینکه بهتون آموزش بدم، چون همه بازی رو اضافه کرده بودم، مجبور شدم اوریجین رو دوباره نصب بکنم تا بهتون آموزش بدم که ببینید نحوه کار چطوریه. واسه قسمت کاور ایمیج شما سعی کنید عکسای 1080p و با نسبت 57 انتخاب بکنید. یعنی اینجوری واید نباشه، حالت عمودی داشته باشه، افقی نباشه، عمودی داشته باشه و نسبتش 57 باشه. حالا اگه 57 هم نبود چطور این کارو میکنید؟ میرید عکس رو دانلود میکنید، حالا مثلا وایده، میرید توی ادیتور خود برنامه عکس ویندوزتون و بخش کراپ میرید و 57 انتخاب میکنید.
حالا چرا 57 بعدا بهتون میگم. اینجا رو داشته باشید تو ذهنتون. حالا مثلا یه عکس من انتخاب کنم ببینم آخه کدوم بازی. مثلا من اینو میزنم، میبینید که بهم میگه که رزولوشن عکس بالاست، ممکنه که روی پرفورمنسش تاثیر بذاره مثلا موقع اجرا کردن بازی. حالا که سیستمتون قوی باشه زیاد اصلا به چشم نمیاد. اینجا هم بک‌گراند انتخاب میکنیم. حالا مثلا من یه ترکیب سمی درست کنم واسش، مثلا جی تی آی. و اینجا رزولوشن عکس هم بهم میگه این عکس 4K. سیو رو میزنیم، شما فقط شاهد تغییر باشید. حالا مثلا اساس کرد اوریجین اضافه شده، پلتفرمش پی سیه چون انتخاب کردیم. حالا واسه مابقی تنظیماتش اینجا میتونید تغییر بدید. هر زمان میتونید عکس رو حذف بکنید، اضافه بکنید، یا مثلا از طریق یه لینکی بهش بدین که اون عکس بهش لینک بشه. و وب ایمیج سرچ اینجا خیلی تنظیماتش زیاده، خیلی متنوع. میتونید یه آدرس وب بهش بدید که اون عکس اونجاست ولی قابل دانلود نیست، اینجا واسه نمایش میده. اینجا میتونید لینک اضافه بکنید که حالا مثلا به محض اجرا شدن بازی یه لینک هم اضافه بشه، به درد کسایی که ماد نصب کردن میخوره. اینجا اینستالیشن، اینجا میتونید محاسبه رو بزنید و ببینید حجم بازی چقدر. الان اساس که اوجی واسه من 68 گیگه، خیلی خوبه. این شاید چیز ساده‌ای به نظر برسه ولی خیلی کاربردیه. میتونید حجم بازی رو دقیق داشته باشید. دیگه با بقیه تنظیماتش ما کاری نداریم و به این صورت اضافه میشه بک‌گراند، کاور و آیکون بازی سمت چپ نمایش داده میشه. حالا مثلا بقیه بازی رو من بهتون نشون بدم به چه صورت بوده. مثلا اساس کرید 3، بتلفیلد، این بازی مثلا آنلاینه، کرک نشده است. این بازی من کرک نشده است ولی دارمش. میتونید بازی آنلاین و کرکی رو همزمان اضافه بکنید و حجمشون رو ببینید. 70 گیگ مثلا فارکرای 3، دلس آف آس، اسپایدرمن، ردد 1. کلا خیلی برنامه کار را بنداز و خوبیه، عالیه نظر من. از این بخش هم میتونید ببینید که بازیاتون رو، حالا چون من این لانچر رو تازه نصب کردم و فعلا سایلنت هیل ریمیک رو دارم باش انجام میدم، میبینید که 15 ساعت، تقریبا 16 ساعت 99% وقتم رو گذاشتم پای این بازی از زمانی که لانچر رو نصب کردم. مثلا میگه 29 تا بازی تو هیچ وقت بازی نکردی، 9 تاشو استارت کردی. اینجا میگه کل بازی 34 تاست. یا مثلا اینجا میگه کدوم بازی تایم پلیش از همه بیشتره. اطلاعات کاملی بهت میده. دیگه میدونی که روی گیم چقدر وقت گذاشتی. خیلی خوبه این بخش برنامه، من دوستش دارم و جذابه. حالا کسایی که میخوان تم برنامه رو عوض بکنن میان تو بخش ستینگ و ژنرال، میان بخش تم. اینجا get more terms رو میزنن و وصل میشن به سایت خود پلینیت. میبینید که اینجا تم های مختلف با واسه سلیقه های متفاوت همه جوره هستش. این واسه نسخه کلاسیکشه، همین نسخه که ما الان داریم استفاده میکنیم. یه مدل برنامه یه حالت دیگه داره بهش میگن فول اسکرین. اینجا شما دانلود رو بزنید، نه بهتون بگم اینجا چون من از قبل داشتم، اینجا به میگه که ببین ورژن فعلی اینه، ورژن جدیدش اینه. حالا اگه آپدیت هم بیاد میتونید اینطوری آپدیتش بکنید. به این صورت اضافه میشه و اینجا میاد این تنظیماتش، این تما میاد اینجا. حالا من عوض بکنم شما داشته باشی ببین چه تغییری میکنه. به این حالت. و یه حالت فول اسکرین هم داره. من برم تماش اول بهتون نشون بدم. شما فقط داشته باشید تمهای حالت فول اسکرینشو. ما دسکتاپ تمو میبندیم و میریم تمز فول اسکرین. اینجا تمایی هستش که بله میبینم که چند تا جدید اضافه کرده. من چون آخرین چیزی که دیدم تکن 8 بود اضافه کرده بود با حالتهای مختلف. شبیه کنسول پیدا میکنه لانچرتون، شبیه داشبورد کنسول میشه. این مثلا شبیه داشبورد ایکس باکس پلی استیشن هم داره، پایین‌تر یه مقدار. مثلا
شبیه لانچر پلی استیشن. این مثلا شبیه پلی استیشن، این شبیه PS4، این شبیه PS5، اینم PS5. دانلود میکنید و اضافه میشه خودش. این از این. و ما میریم حالت فول اسکرین. سویچ تو فول اسکرین با دکمه F11 میشه، اما من چون از ریکورد استفاده میکنم نمیتونم از دکمه F11 استفاده مستقیم بره. شما میتونید از اینجا هم برید F11 هم بزنید بره. اینجا سویچ میشه حالت فول اسکرین. میبینید که کاملا شبیه کنسول شد. حالا بازیاست. میبینید که حالا مثلا من سربرگ آلا بزنم شما داشته باشید. بازیات به این صورت نمایش داده میشه. عکسایی که گفتم 5:7 باشه به خاطر اینکه کاورا اینجا اینجوری نمایش داده بشه. به این صورت باشه. کاورای نمایشی تو بازی به این صورت باشه. و اینم یه حالت دیگه شه. کسایی که حال نمیکنن با حالا میتونن بره دسکتاپ مود. این آموزش کلی برنامه پلی نیت بود. امیدوارم که مورد استفاده و قبول شما همه گیمرهای عزیز ایرانی و مخصوصا مک بازی قرار گرفته باشه. بچهای گل مک بازی. و سعی میکنم برنامه‌هایی که آموزشش تو یوتیوب یا سطح اینترنت نیست و من واسهتون بذارم. این ویدیو رو هم سعی میکنم داخل کانال یوتیوبمون به عنوان اولین ویدیو آپلودش بکنم و استارتش رو بزنیم. نیاز داریم به حمایت شما. خلاصه که این همه کار و زحمت و ببخشید من منتی نمیذارم ولی واقعا وقت گیره. واقعا ما وقت نمیکنیم. من چون خودم شاغل هستم زیاد وقت نمیکنم ولی سعی میکنم که سر قولم بمونم، سر حرفم بمونم. اینجور آموزش رو واسه کسایی که دوست دارن طالبش هستن قرار بدم. و ویدیو بعدی هم که الان میتونم بهتون بگم آموزش MSI Afterburner که خیلی‌ها نمیدونن چطوری باش کار بکنن. سعی میکنم آموزش MSI هم به عنوان ویدیو بعدی داخل کانال یوتیوبمون قرار بدم و مثل همیشه شما استفاده بکنید، لذت ببرید. خلاصه که دمتون گرم که همیشه حامی ما بودید، همیشه بهمون لطف داشتید. یه تشکر ویژه بکنم از امیرحسین عزیز چون خیلی داره زحمت میکشه، خیلی داره واسه سایت زحمت میکشه. شما بتونید استفاده بکنید. من کاری نیستم، من زیاد با کار سایت آشنا نیستم. کارا رو امیرحسین میکنه. تشکرها رو از امیرحسین بکنید. واقعا پسر خوبیه، تنهاش نذارید. و منم هستم، منم تا جایی که بتونم سعی میکنم کنار شما گیمر عزیز باشن و به امید پیشرفت اقتصادی شما. من دیگه نمیتونم چه خاصی داشته باشم، نمیتونم واقعا. پیشرفت اقتصادی شما، جیبتون پرپول باشه، بتونید هر بازی، هر سخت افزاری، هر چی که دوست دارید بگیرید و باش عشق کنید. ارادتمند شما. خدا نگهدارتون باشه.